12 رو با 2 مثال از روابط مکسول شروع می‌کنیم. اولین مثال گفته که برای این رابطه مکسول که اینجا نوشته توی دمای 350 درجه سانتیگراد و فشار 2 مگاپاسکال برای بخار درستیش رو و این تصاویر رو اثبات کنیم. این که اون رابطه مکسویله که بهمون داده شده. برای جواب دادن باید چیکار کنیم؟ خب باید بریم اول اون فشار و دمایی که بهمون داده رو ببینیم که آبمون تو چه حالتیه. خب با توجه به جدول آخر کتاب می‌فهمیم که آبمون سوپر هیتده. پس میریم توی جدول آ6 تا اون خواصی که نیاز داریم رو بخونیم. خب اولین کاری که می‌کنیم اینه که یعنی بعد از اینکه پیدا کردیم که حالت آبمون چیه، اینه که خب سمت چپ رابطه رو می‌نویسیم تا بعد حالا تو اسلاید بعدی سمت دومش رو بخوایم اثبات کنیم. پس سمت اولمون که تغییرات انتروپی به تغییرات فشار توی دمای ثابت هستش رو می‌نویسیم. خب اینجا تغییرات انتروپی به تغییرات فشار توی یک دمای ثابته و صورت سوال به ما فشار 2 مگاپاسکال و دمای 350 درجه سانتیگراد رو داده. خب چون بعد حتما فشار تغییر کنه و در یک دمای ثابت، خب پس ما میایم یک فشار پایین‌تر یعنی 1.8 و یک فشار بالاتر 2.5 مگاپاسکال رو برای این رابطه در نظر میگیریم و بعد میایم خب میریم انتروپی توی فشار 2.5 مگاپاسکال و دمای 350 درجه سانتیگراد رو میخونیم و همینطور انتروپی توی فشار 1.8 مگاپاسکال و دمای 350 درجه سانتیگراد رو میریم میخونیم و جایگذاری میکنیم. یعنی تغییرات انتروپی رو که نوشتیم به تغییرات فشار که 2.5 منهای 1.8 و حواسمون هستش که اینجا به کیلو پاسکال تبدیل کنیم که واحدمون درست در بیاد. اینا رو جایگذاری میکنیم و پس از یه ضرب و تقسیم و جمع و تفریق ساده به این عدد میرسیم. منفی ممیز 0 242 کیلوجول بر کیلوگرم کلوین بر کیلو پاسکال. خب مجدد حالا برای سمت دوم تساویمون همون جدول آ6 رو میریم میخونیم. این بار تغییرات حجم تغییرات دما در فشار ثابته. فشاری که سوال بهمون داده 2 مگاپاسکاله و ما تغییرات دما داریم اینجا. فقط دمایی هم که بهمون داده بود 350 درجه است. خب پس برای اینکه بتونیم تغییرات دمایی داشته باشیم میریم یه دما پایین‌تر و یک دما بالاتر از 350 رو در نظر میگیریم و تغییرات حجم رو حساب میکنیم. به این شکل یعنی میشه منفی پرانتز خط کسری بالا تغییرات حجم در دو دمایی که در نظر گرفتیم بخش بر 400 منهای 300 تغییرات دمایی. پس عدد رو جایگذاری میکنیم از توی جدول و بعد به عدد منفی ممیز 2571 متر مکعب بر کیلوگرم بر درجه سانتیگراد میرسیم. خب با توجه به عددی که توی اسلاید قبلی به دست اومد و این عدد می‌فهمیم که اینا تقریبا با هم برابرن. همونطوری که می‌بینید در ظاهر واحداشون با هم دیگه فرق می‌کنه. ولی خب اگه با یه جایگذاری ساده می‌فهمیم که اینا واقعا عین همن و هیچ فرقی با هم نمی‌کنن. چجوری؟ توی این نکته‌ای که این پایین نوشتم. در واقع اگه ما بیایم به جای کیلوجول کیلو نیوتن بذاریم و میتونیم از این واحد سمت چپ به واحد سمت راستی برسیم. کیلو نیوتن از صراط و مخرج خط می‌خوره که میشه بعد متر مکعب بر کیلوگرم کلوین. و در نظر داریم که اینجا اگر درجه سانتیگراد و اینجا کلوینه اینا با هم فرقی نمی‌کنن. چرا؟ چون تغییرات 1 درجه سانتیگراد با تغییرات 1 کلوین یکیه. پس این دو تا واحد با هم یکی شده. این از مثال اول. مثال دومی که میتونه از روابط مکسول بیاد میتونه به این شکل باشه. گفته که برای یک گازی که equation of state یعنی معادله حالتش به صورت P در V منهای B مساوی RT هستش، بیاد این رابطه مکسول رو روابط مکسول رو استفاده کنید تا تغییرات انتروپی به تغییرات حجم شده دمای ثابت به دست بیارید. خب ما چیکار میکنیم؟ ما توی قدم اول میریم خب توی روابط مکسول رو میگردیم ببینیم که کدومشون تغییرات انتروپی به تغییرات حجم توی دمای ثابت رو داره. خب میریم میبینیم توی کتاب و میفهمیم که اینه. خب پس برای اینکه اینو اثبات کنیم بیایم اون طرف تصاویر رو در نظر میگیریم چون الان سمت راستمون مجهوله، سمت چپمون میتونیم ازش استفاده کنیم.
چون اکویشن آف استیتی که بهمون داده درش فشار و دما داره، خب پس ما میایم فشار رو یک طرف و دما رو طرف دیگه نگه می‌داریم و بعد تغییرات فشار و تغییرات دما تو حجم ثابت رو حساب می‌کنیم و با یک مشخصی خیلی ساده میرسیم به R تقسیم بر VMN های B. پس ما الان سمت چپ تساوی رو به دست آوردیم. با توجه به همه اینا نتیجه‌گیری کلی که می‌کنیم پس چه؟ اینه که تغییرات انتروپی به تغییرات حجم در دمای ثابت میشه R تقسیم بر VMN های B. مدل‌های مختلف دیگه ای میشه از این سوال در آورد که خیلی هم ساده و فقط نیاز به تمرین دارن. امیدوارم که ویدیوی مفید بوده باشه براتون.